نفت ایران بار دیگر تحت محاصره در چارچوب یک تنش اقتصادی جدید، ایالات متحده تحریم‌های خود را علیه بخش نفت ایران گسترش داده و حدود 20 فرد و نهاد مرتبط با شبکه‌ای به مدیریت محمد حسین شمخانی را هدف قرار داده است. کسی که واشنگتن او را یکی از برجسته‌ترین معماران تجارت نفت خارج از کانال‌های رسمی توصیف می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این شبکه‌ها از طریق مجموعه‌ای پیچیده از شرکت‌های کشتیرانی و مشاوره فعالیت می‌کنند که ظاهری قانونی دارند. از این شرکت‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت به روش‌های غیر متعارف از جمله معاملات تهاتری مانند نفت در برابر طلا استفاده می‌شود. واشنگتن تأکید می‌کند که هدف از این اقدامات کاهش توانایی ایران در درآمدزایی است، به ویژه در سایه استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم فشار استراتژیک در درگیری‌های منطقه‌ای. این تحریم‌ها عملیات‌های پولشویی و تأمین مالی شبکه‌های مرتبط با گروه‌های مسلح را نیز در بر می‌گیرد. این اقدام در راستای سیاست گسترده‌تری انجام می‌شود که زیرساخت‌های اقتصادی پیرامون بخش نفت ایران را هدف قرار داده است.